50 تا ایده که بچهای مختلف از بچهای پیجمون، دوره‌هامون و حتی اینستاگراممون به درآمد رسیدن توی یک سال اخیر رو توی این ویدیو میخوام صفر تا صد بهتون معرفی کنم. سلام، من محمدم. این ویدیو خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو سعی کردم حوزه‌های مختلف از یوتیوب انگلیسی، یوتیوب فارسی، موضوعی برای خانم‌ها خوبه، برای دانشجوها خوبه، کسایی که فقط گوشی موبایل دارن، کسایی که نمیخوان تصویرشون باشه، کسایی که فقط با صدا میخوان کار کنن، هر آنچه که فکر می‌کنید رو سعی کردم تو این ویدیو بگنجونم که ویدیو ناب و کامل باشه. و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، چون این ویدیو انرژی خیلی زیادی میطلبه و قرار خیلی طولانی باشه و حرف بزنم، لایک یادتون نره، اگه سابسکرایب نکردید ساب کنید، یه کامنت هم بذارید که تو چه موضوع خودتون دارید کار میکنید، چون شاید افراد هم موضوع شما همین الان موضوعتون رو ببینن، بیان با هم یه کلابی بکنن، همکاری داشته باشید، پلیلیستتون رو منتشر کنید و مشترک بذارید و چیزایی از قبیل اینکه تو آموزشام دیدید که به درد رشد کانالتون قطعاً میخوره. بریم سراغ آموزش. اولین موضوعی که میخوام بهتون معرفی کنم فوتبال کویز هستش که تقریبا تو یک سال گذشته نزدیک مثلا 20 تا 30 نفر از بچهای دوره به درآمد رسیدن، بچهای مختلفی از خود پیج یوتیوبمون و حتی اینستاگراممون به درآمد رسیدن. حالا کاری که تو این حوزه انجام میشه چیه؟ یه دقیقه الان بیارم. خب یه ویدیو رو باز کردم. مثلا این کانال جزو معروف ترین کانال هستش، نزدیک 400 تا ویدیو داره و 400 کا سابسکرایب. چیکار میکنن؟ میان در مورد دیتاهای فوتبالی، فوتبالیستی، تیم‌های فوتبال ویدیوهای مختلف منتشر میکنن. خب مثلا این یکی از معروف ترین کاوراست، هر کدوم از بچه‌ها استفاده کرده یادم این ویدیو وایرال شده. خب یه دقیقه همین رو باز کنم. تایتلش گست پلیر کلاب نشنالیتی جرسی نامبر، یعنی گفته که آقا مثلا من این ستا رو بهت میگم، خب کلابش چیه، ملیتش کجاست، شمارش چنده تو باشگاهش، خب حتما اسم بازیکن چیه. یه دقیقه صداش هم بلند کنم که صدای ویدیو رو بشنوید. Hello Total Football Quiz friends. Today we bring you from their club team, nationality and خب مثلا ببین شماره 7 که توی تیم یوونتوس بود اون موقع و پرتغالی هست کیه؟ طبیعتا رونالدوست، همون میشناسیم، یعنی به همین راحتی. خب این سبک هستش خیلی مخاطب داره، درآمد از CPMش حدوداً $4 هست، همچنان که دارم توضیح میدم کانالم میخوام بهتون نشون بدم. و همونطور که میبینید ویدیو اخیرش هم مثلا همه بالای 10K بازدید خورد و راحت معمولا مثلا با 30-40 تا ویدیو کانال رو میتونید مانیتایز کنید به نظر من، و موضوع جذابیه که میتونید روش کار کنید. بریم سراغ موضوع دوم. موضوع بعدی که این روزا خیلی ترند شده و محتواش یه ذره محتوای زردیه، شاید دوست نداشته باشید کار کنید، واکویتمی ترکیبش با فارسیه. معمولا این کانتنت ها چیزی که من دیدم 2 تا 3 ماه میتونید مانیتایزش کنید، خیلی رشد سریعی داره، ولی خب میبینید دیگه یه حالتیه که اغراق‌آمیز. مثلا یک کانال یکی از بچه‌ها رو بیارم، واکویتمی. خب اکثر اینا، خب اگه برید گذشتهشو ببینید، مثلا ببینید 370 تا ویدیو داره. خب بعد میریم توی ویدیوها میبینیم قدیم ترین ویدیوها همون سبک معمول واکویتمیه که کسی نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فقط جردن یه روز به تصویر کشیده، نیاوران به تصویر کشیده، تازه این چون مثلا برج تور بوده یه ذره کلیکش بهتر بوده. خب بعد از یه جایی به بعد تازه متوجه شده آقا اگه من مثلا عکس خانم بذارم، ببین این ایران تهران، خب 1600 تا، ایران تهران عکس دختر اومده اینجا 24000 تا، کلیک من بیشتر میشه. خب و دوباره این بارهای اتفاق میفته و کم کم کانتنت دستش میاد که آقا من باید کانتنت رو یه مدل سکشوال تور زرد بزنم که کاور بازدید بخوره. میبینید 7 ماه پیش که 200,000 تا بازدید خورده به خاطر همین کاور هستش که دارن میبینن. پس اگه میخواید واکویتمی کار کنید دیگه از این مرحله آزمون و خطا اینجاش لطفاً بگذرید. مثلا همین کانال نزدیک 6 ماه روی این محتوا بوده تا تازه برسه به اون نقطه‌ای که متوجه بشه من اگه عوضش کنم حتی ماشین لاکچری هم بذارم بازدید نمیگیره به اندازه وقتی که مثلا من کانتنت اون مدلی کردم. خب و CPM هم که دریافت میکنید حدوداً $2 هستش به ازای هر 1000 بازدید. یعنی اگه کانال مثلا فرض کنید الان چقدر بازدید ماهانش، حدوداً پازش کنم 200,000 تا ضرب در 2 یه چیزی حدود $400 مثلا درآمد این کانال هستش که هر روز داره مثلا پیاده روی میکنه تو خیابون. یعنی یه ویدیوی چند دقیقه‌ای داره میذاره، ببینید مثلا 11 دقیقه، 10 دقیقه، 18 دقیقه، 3 دقیقه. یعنی ویدیوها زیاد هم طولانی نیست، شاید ترکیبش هم میتونید با هم بکنید، ولی خب $400 یعنی ما 20 میلیون تومان میشه درآمد این چنل. بریم موضوع سوم. ببین داستان تاریخی یکی از بهترین چیزاست که من به شدت الان پیشنهاد میکنم بچه‌ها استارت بزنن، چون مخاطبای زیادی داریم که این کانال رو میبینه. ببین الان مثلا کانال دیپ پادکست هستش اندشت کاروان هستش، کافه دانایی هستش،
بازم کانال مختلفی هستش. من همین دیپ پادکست رو براتون میارم که بیشترین چیزی که احتیاج داره یه آدم راویتور و عاشق این کانتنت های داستان تاریخیه که بیاد این کانال رو بزنه. و جالب‌تر که ببینید کانال های مختلفی هم زدن، الان دارن روش کار میکنن. حدوداً $4 هر 1000 بازدید رو میگیرید، یعنی این کانال 900,000 تا بازدید که داره 94 تا $3600 درآمد این چنل ها. و این حدس نزنید که اشتباه دارم بهتون میگم، نه، درآمد تا حد خیلی خوبی درسته. اگه میخواید مثلا من همین کانال یه دقیقه کپی میکنم اسمشو، خب بریم توی سوشیال بلید، اسم کانال پیست میکنیم، میاریم اینجا، دیپ پادکست اومد، 218,000 تا سابسکرایب و 3600 تا. یعنی دارید میبینید که تا حد خیلی خوبی تخمینی که دارم میزنم و بهتون میگم درسته، چون از دیتاهای موثق قبلی دارم استفاده میکنم. و مثلا همین ویدیو اخیر شمال 2 روز قبل براتون منتشر کنم، یه دقیقه ببینید. نیکولو ماکیاولی معروف به شیطان سیاسته. ماکیاولی اعتقاد به وجود اخلاقیات نداشت. اون در دوره حساسی خب میبینید با یه میکروفون نسبتا با کیفیت طبیعتا داره ضبط میشه، تصویری از ادیت عجیب و غریب نداره، بیشترش عکس های مرتبط به همون حوزه هستش، سئو مناسب، تولید محتوای جذاب و صدای روایت گونه اون کانتنت خاص. خب اینا هستش که داره محتوا رو جذاب میکنه که من به شدت پیشنهاد میدم این کانتنت ها رو بخوای ببری جلو. و داستان نه فقط داستان مثلا نادر شاه من براتون سرچ کردم و یه بک بزنم مثلا فرض کنید زندگی محمد رضا شاه مثلا، دوباره بازم اینها هم بازدیدهای خاص خودشو داره که خیلیا مثلا ایران استوریز، ببین داستان ایرانی بدون سانسور داره میگه، از شاه، فرح، فلان فلان. خب اگه این کانتنت رو علاقه دارید به شدت مخاطباش رو به رشده، چون اکثر اینا مثلا دهه 80 که نیستن میبینن، اینا اکثرا دهه 70 60 یا به خصوص قبل‌ترن، یعنی پدر و مادرای ما یا مثلا امثال مثلا خود من که الان تقریبا 30 سال اون میشه داریم این کانتنت ها رو میبینیم که این افراد الان خیلی بیشتر با یوتیوب اخت شدن و اونس گرفتن و عادت کردن بیان یوتیوب و محتواهای طولانی ببینیم داخل یوتیوب. برای همین هستش که محتوا خیلی الان جذاب محسوب میشه. یکی از بهترین حوزه‌ای که من چند وقت پیش معرفی کردم، چه برای کانال فارسی چه برای یوتیوب انگلیسی، این کانال درآمدزایی آنلاین. خب مثلا یه نمونه فارسیشو بیارم، این کانال سویتمانی جزو بچهای دوره خودمون هم هستش. خب فکر کنم مثلا 1000 تا 2000 دلار هم اگه اشتباه نکنم الان میزنه درآمدشو. یه دقیقه الان بزنم چندشو حساب کنیم چقدر در میاره. خب الان مثلا 40,000 تا بازی داره، حدودا فکر کنم $8 یا بین 6 تا 8 دلار دریافتیشه که من 7 بگیرم حدودا $300 درآمد این چنله. ولی خب ماهایی هم بود که 1000 تا 2000 دلار هم میزد. حالا کاری به این ندارم. کانتنت پاپولارشو ببینیم. ببین محتوایی که داره منتشر میکنه چیه؟ کسب درآمد با دیدن ویدیو یوتیوب، کسب درآمد دلاری آنلاین واقعی با کپی کردن فلان، با تبلیغات فلان. خب یه دقیقه بک بزنیم. خب بازم بریم اینجا. حالا میخوام چی رو بهتون بگم، فقط مختص این چنل نیستا، درآمدزایی آنلاین میگید مثلا در خانه کلی محتوا هستش، نه فقط فارسی و انگلیسی هم دقیقاً مشابه همین هستن. خب که مثلا درآمد از تایپ کردن، درآمد فلان. خب 1000 تا راه داره بهتون نشون میده. خب درآمد بدون سرمایه گذاری در خانه، مخصوص خانوم ها. خب الان مثلا این کانال رو می‌خواستم بهتون نشون بدم، مثلا فرض کن ویدیوهایی ساختی که آقا چجوری فقط با آسیاب، چجوری فقط با خیاطی، چجوری فقط با فلان چیز میشه پولدار شد. یه دقیقه بزنیم کانال رو ببینیم که در طول مدت خیلی کوتاهی مثلا با 30 تا ویدیو روی پاپولار بزنیم 80K 15K 12K 7K همش حوزه‌های مختلفو داره معرفی میکنه که آقا این حوزه مثلا میتونه برای درآمدزایی داشته باشه. یکی از بهترین حوزه‌است برای تو فارسی و انگلیسی که میتونید استارت بزنید. بریم موضوع بعدی چیزی که جدیداً باب شده داخل تو فارسی، شاید بگم کمتر از یک سال 3-4 تا از بچه‌های خودمونم جزو همینا هستن. خب چون میدونم نمیخوان اسمشون رو بگم، برام اسم نمیبرم، ولی مثلا رندوم حالا چنل باز میکنم، مثلا همین کانال غزاله سمار یا کانال فرانه سمار. خب ببین کانتنتی که داره ASMR خواب اصطلاحا به میگن، همشون هم خانومن دارن کار میکنن، بازم بد نیست. خب
ویدیوها طولانیه، معمولا یه قیافه آرایش کرده دارن، یه ظاهر جذاب دارن برای که کلیک بهتری بگیرن. یه دقیقه بریم توی خود ویدیوها، توی خود چنل منظورمه. خب می‌بینید مثلا با 7 تا ویدیو 165 که بازدید آمار قابل توجهی هستش. خب و بزنیم روی پاپولار مثل همیشه، می‌بینید که حالا قدیما محتواهاش اصلا یه چیز دیگه بود. من الان اولدستشو بزنم می‌بینید اصلا کانتنت اولیه‌اش یه چیز دیگه بود، ریاکت بود. کم کم اومد تو حوزه ASMR، دید ASMR بیشتر جواب میده و محتوایی که الان تو این چنل کار میکنه مثلا تقریبا همش ASMR ماساژ و ساتیسفاینگ و این مدلی هستش که حدوداً هر 1000 بازدید 2 تا 4 دلار دریافتی این چنل هست. و مثلا 167,000 تا یه چنل دیگه بود، این لود نشده، مهم نیستش، یه چیزی حدود مثلا از 400 تا 1500 400 دلار درآمد این چنل هستش. بریم موضوع بعدی. موضوع بعدی که از این موضوعی که من توی کانال یوتیوب اون قبلا معرفی کردم، اصطلاحاً بهش میگن بوشکرافت یا سولو کمپینگ. خب چی کار میکنه؟ یعنی طرف رفته مثلا توی یه سفر تنهاست، خب و کلا اون سفر رو داره تصویر میکشه. من الان براتون سرچ کنم، اگه آدمی هستید که اهل سفر هستید، خب سولو کمپینگ خیلی به درد میخوره برای یوتیوب و به شدت بازدید خوبی داره. معمولا یه تعدادی خب خانم‌ها با این حالت جنسیش منتشر میکنن، ولی خب آقا هم میبینید دوره هستش که 6 میلیون 8 میلیون بازدید یه ویدیو داره که ویدیوها به شدت بازدید خوبی داره. مثلا یکی این گرین ساینس خیلی کانتنت جذابی داره، اگه ببینیدش. یه دقیقه من الان کانالشو بیارم. انا اصلا از دید من تو جنگل داره زندگی میکنه، خب و بازدیدشو ببینید 3 میلیون بازدید 2 ماه پیش. و کل روزش انگار داره شرح میده که چه اتفاقی داره میفته و درآمد به شدت قابل توجهی هم دارن این چنل‌ها. علاوه بر این که توی خود اون طبیعت هستن، من کانال بیارم، بازدیدهایی که میخورن درآمده اصلا یه چیز عجیب غریب بالاییه. بعد 1 سال 2 سال که میبینید مثلا 17 تا ویدیو گذاشته، یه ویدیوش ماه اخیر 1 میلیون خورده بازدید داشته و درآمد این چنل این چیزی حدود من بخوام حساب کنم به نسبت چنل خودم همین الان، مثلا این چنل منه فرض کن این داره 70 میلیون 60 میلیون درآمد میده، این تقریبا 4 5 برابرشه دیگه زیر این نمونه اگه حساب کنید. یه چیزی حدود 300 400 میلیون به نظر من هستش حداقل. خب فقط چشمی بخوام حساب کنم. بریم موضوع بعدی. کانال بعدی کانال محسن رحمانی رو براتون آوردم. تو حوزه داستان جنایی کار میکنه و خیلی هم کانتنت با کیفیتی داره منتشر میکنه. کلا داستان جنایی یه کانتنتیه که خیلی مخاطب داره داخل تو فارسی. پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید حتما میتونید استارت بزنید. کانال همین محسن 40 تا ویدیو داره ولی قدمتش زیاده. وقتی میگید 40 تا ویدیو شاید مثلا 1 ماه 2 ماه تو ذهنتون بیاد، در حالی که 7 ماه هستش فعالیت میکنه. یعنی ماهی حدوداً 4 تا ویدیو، هفته یه ویدیو که مثلا ماهی میشه 4 تا، 7 4 تا مثلا حدوداً میشه 28 تا، یعنی 30 تا ویدیو درست میشه. و کانتنتی که منتشر میکنه یه تم نسبتاً واقعی داره. یه دقیقه بذارم روش ببینید هیچ تصویری از اون فرد نیست، سعی میکنه از فوتیجای واقعی استفاده کنه و صدایی که روی اون ویدیو گذاشته. ببینید در حالی که درونش یه مبارزه همیشگی بین خیر و شر داشته که تا لحظه دستگیریش هم برای این مبارزه این سب کانتنتی هستش که خیلی زیاد. مثلا من الان سرچ کنم پرونده جنایی، به شدت کانال‌های مختلف هستن موفقن داخلی تو فارسی، داخلی تو انگلیسی. و مثلا کانال علی، کانال سکوتش جزو معروفاش هستش. کانال مریجین رو نمیدونم ندیدم اینجا. کانال فیکشن پادکست دوباره جزو همین هستش که خیلی مخاطب داره و کانتنتی که به شدت طرفدار پیدا کرده این روزا داخلی تو فارسی. به شدت پیشنهاد میدم میتونید ازش استفاده کنید. کانتنت بعدی یه دقیقه پازش کنم. دوربین مخفیه که خیلی 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 زیاد هم من گفتم هم میدونید آقا اگه مثلا 3 نفر 4 نفر هستید که اهل این کارها هستید که چالش‌های خیابونی داشته باشید، به شدت بازدید خوبی داره. کانال سهیل هم جزو معروف تریناش هستش. مثلا این ویدیو دژاووش شاد بهتون نشون بدم، مثلا پدیده عجیب غریب و محتوای عجیبی نباشه خب، ولی خلاقیتی که داره انجام میده این آدم خلاقیت باحالیه. خب اینجا ببینید یه نابینا رو مثلا دارن میبینن، خب بعد این ازش یه آدرس میپرسه مثلا. دوباره چند دقیقه بعد همون فرد، خب بار اول مثلا سوالی دارن میبینن، بار دوم
همون افراد دوباره دارن اون فرد نابینا که سهیل هست رو میبینن و نظرشون جلب میشه که مثلا 200 متر جلوتر چجوری این اتفاق افتاده و من مجدد دیدم اون فرد رو. و اینجاست که واکنششون یه چیز عجیب غریب میشه و همین میشه یه چیز جذاب که میتونید داخل چنلتون منتشر کنید. البته اینو بگم در مورد دور مخفی کانتنتاش معمولا خیلی بازدید زیادی میگیره و در موردش مثلا چی بهتون نگفتم، اگه بخوام یه درآمد تقریبی حساب کنم، البته این شورت ویدیو هم داره، باید شورت ویدیو رو کم کنید ولی حدودا مثلا شاید ماه آخر یه چیزی حدود فرض کنید چه میدونم 10 میلیون باشه، ضرب در 4 کنیم یه چیزی حدود $40,000 درآمد این چنله. یعنی درآمد اصلا درآمد قابل چشم پوشی نیستش و درآمد به شدت زیادیه. علتش هم اینه که خب خیلی محتواش عمومیه و همه تقریبا میبینن، پیر جوون دختر پسر هر کسی این محتوا رو ببینه. بازدیدن بازدید خیلی زیاده و تا عمر داره این محتواها پخش میشه. یعنی دور مخفی خفتگیری شاید مثلا 1430 هم داخل یوتیوب بازدید بگیره و ربطی نداره که الان موضوع تموم بشه یا تموم نشه. بریم موضوع بعدی. خب موضوع بعدی کانال ممنتوه. بذار من پازش کنم دوباره. ببین این کانال دقیقاً کارش چیه؟ کارش این ویدیو آخر رو بذاریم کنار چشم پوشی کنیم ازش. بقیه ویدیوهایی که کار میکنه یه ترکیبی از یه تیم تولید محتواست، از ادیتور. این آخری رو میگم بذارید کنار، من برم سراغ پاپولارش که اون ویدیوهای دم دستی ترش هست. مثلا فرض کنید مثلا رازهای GTA، مثلا رازهای باب اسفنجه، مثلا رازهای فلان، مثلا فرض کنید سوتیای باب اسفنجه، انواع گیمرها. خب اینا هیچ کدوم محتواها ساخته خودشون نیست، یه سناریوی خلاقانه داره. خب یکیشو باز کنم، فرض کنید مثلا رازهای GTA، صدا رو بس کنید. چنین صحنه‌ای خواهید خب که این از فوتیج‌های مختلف تهیه شده که ادیت شده و صداگذاری و جذابیت خاصی داره و این محتواها معمولا مخاطب و آدینسش گیمرها هستن. بریم دوباره توی چنل و فقط هم برای توی فارسی نیست، میگم چون جدیدن فیس ریویل کرده اصطلاحاً و تصویر اضافه کرده و قبل از اون همه‌اش کانتنت هایی بود که بدون تصویر بود. یعنی هیچ فردی نمیبینید که پشت دوربین باشه. بریم اولدس ویدیو رو ببینیم و اصلا این کانال بدون تصویر اومد بالا. خب برای همین میبینید که کانتنت های مختلف و رازا رو دارید میبینید کم کم، یعنی پیشرفته رو توی محتواها دارید میبینید چقدر اتفاق افتاده. قدیما حتی محتوا کاور نریشن همه چیز ضعیف بود، الان بهتر شده و رسیده به این لولی که داره ببین پایینتر بهتر شد کاورا، دوباره خیلی بهتر شد کاورا، ببین پایینتر خیلی بهتر شد اینجا و مثلا بازی سخت‌تر از دارک سولز. خب یه دقیقه بزنیم. هممون میدونیم، دیدیم، شنیدیم یا تجربه کردیم. دیدید همش تدوینه با نریشن خوب که میشه یک کانال خوب به این شکل درآمد مثلا $4,000 نوش جونشون هر چیزی که هست. این یکی از بهترین ایده‌ای که دوباره اگه میخواید تصویرتون دیده نشه بهتون پیشنهاد میکنم، میتونید قطعا استارت بزنید. خب موضوع بعدی کانال رادیو داستان هستش. این کانال چی کار میکنه؟ تقریبا داستانای یه حالت جنسی و زرد، یه مقداری شاید مثلا خیانت و شکست عشقی و اینا. یه دقیقه کانالشو بیارم و توی تم خاص طولانی بدون تصویر، روی کاور تصویر هستا ولی توی داستان که می‌بینید تصویری نداره و مجری وجود نداره بجز بعد از ویدیوهای خاص. خب قرار بود شبونه برم بالای سر عشق، بزرگترش رو بغل کردم. همش تقریبا همچین داستانایی که خیلی میخورن، خیلی از این داستانا شاید مثلا خیالی باشه، مثلا ساختگی باشه، ولی خب مخاطب خیلی زیادی داره چون داستان زرد اصطلاحاً و تایتلاش هم بخونید مشخص میشه اصلا زرد بودن داستان و به شدت هم مخاطب داره و بازدید خیلی زیادی هم داره. یه دقیقه من دوباره میخوام بازدید ماهانش حساب کنم. با سی پی ام معمولا 3 رو دریافت میکنه این کانالا، شورت ویدیو نداره. 1 میلیون بازدید ضرب در 3 میشه $3,600 تقریبا درآمد این کانال هستش که با مثلا دلار الان میشه 280 میلیون تومان درآمد این چنل هستش و یه چنل نمیزنن. ببین کسی که داره این کانتنت رو منتشر میکنه 4 تا 5 تا چنل منتشر میکنه و خب
اسکیل کردن و درآمد شما به همین وابسته هستش که این کارو برید انجام بدید، نه فقط روی چنل بمونید. بریم موضوع بعد. خب نفر بعدی و موضوع بعدی یکی از بچه‌مون هستش که تو حوزه جی تی ای داره صدکایی میشه و یه چیز جذابی که وجود داره اینه که جی تی ای رو کردی به زبان کردی داره منتشر میکنه. خب یه دقیقه مثلا بزنم کانال کیانوشو ببینید، مثلا این ویدیوش. خب ببین جی تی جزو بهترین موضوع هست، نه به این صورتی که شما گیم پلی بازی کنید، اتفاقا باید کاملا رول پلی باشه، خودتون یه سناریو داشته باشید، درآمدش هم کنید. درآمد الان دیگه فکر کنم 10,000 اومد، زیر نمودار اینور با زیر نمودار اینور مقایسه کنید این تقریبا $1000، پس این حداقل 10 برابر اون عدد هستش. خب کانالش کانال به شدت خوبیه، نه فقط اینا، یعنی بازم مثلا سرچ کنید جی تی ای رول پلی، کانتنت های خیلی خوبی میاد و تعداد ویدیوش هم تعداد ویدیو خیلی عجیب غریب بالایی نیست. نه یک سال مثلا باید روش کار کنید تا به مثلا بالای 20K 30K برسید، ولی منظورم فقط کردی هم نیست. یه دفعه شاید فکر کنید فقط مثلا کردی مثلا بهتون بگم، مثلا حسین عقیلی دوباره بچه‌ای بود که تو استوری اینستاگرام گذاشته بودیم، دوباره فقط با جی تی ای الان میبینید که 50K سابسکرایب رسیده. درآمدش الان میخوایم تخمین بزنیم، البته چون شورت ویدیو داره نمیشه راحت تخمین زد دیگه، باید شورت ویدیو کم بشه، ولی خب هر ویدیو رو دارید میبینید دیگه، مثلا 20K 30K داره ویو میخوره، 30 ضرب در 3 حدودا هر ویدیوش مثلا میشه گفت که $100 درآمدش، یعنی هر ویدیو 5 میلیونه. خب مثلا 30 تا ویدیو بذاره فقط ماه آخرش 150 میلیون تومان فقط ویدیوهای ماه آخرش ویو گرفته. حالا قدیمیاش خب بیشتر میشه دیگه طبیعتا درآمد، و همه رول پلی با سناریو و خلاقیتی که خود اون فرد داره اضافه میکنه. یعنی پاپولارش که بزنم، امروز توی این ویدیو قراره که ما یه قایق تفریحی رو به قیمت $10 میلیون خریداری کنیم و هم ادیت و نریشن خودش، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، ولی چون سناریوی فیلمی که داره پیاده میکنه چیز جذابی هست. مثلا یادم یکی از ویدیوهاش این بود که فرار از سخت‌ترین زندان، این خب امروز قراره که ما از 5 تا زندان مختلف $1، $1,000، $10,000، $100,000 و یه چیز خلاقانه رو خودش داره میسازی که حتی منی که مثلا شاید چیزی دوست نداشته باشم یا بازی نکنم، وقتی تایتل به چشمم خورد بار اول کلیک کردم ببینم آخریه رو چجوری فرار کرده و اومدم زدم اینجاها که ببینم چه اتفاقی دقیقاً داره میفته و این چیزیه که شما باید رعایت کنید. بریم بعدی. خب موضوع بعدی یه موضوع مخصوص خانوما، من اتفاقا یکی از بچه‌ها رو آوردم که خلاقیت جالبی داره. ببین موضوع فاله ها. خب و من کانال ونوس ریترن رو بیارم، تقریبا نزدیک به 2 سال پیشی که کانتنت های فال و حرفه‌ای‌تر داره استارت میزنه، درآمد یه چیز نزدیک به بالای $3,000 هستش. خب و همش فال، کارت انگلیسی، مخاطب انگلیسی. خب همینو اگه انگلیسی هم باز بلد نباشید هیچ کار خاصی نداره، یه بنویسید فال تاروت، کانتنت فارسیش هم براتون میاد که افراد مختلف، مثلا کانال مرلین این دقیقه بیاریم. خب میبینید که 800 تا ویدیو داره، 32K سابسکرایب و تقریبا میتونم بگم هر روز هم ویدیو داره، یعنی بلا استثنا هر روز داره ویدیو میذاره. درآمدی که حالا داره منتشر درآمدی که داره بالای مثلا 200 میلیون تومان هستش و هیچ چهره‌ای وجود نداره، یعنی شما چه فارسی بخواید کار کنید چه انگلیسی کاملا راحت هستش. یه تعدادی بعضی وقت بچه‌ها میگن من چجوری فال نمیدونم خواندن و یا فال خونی و یا تاروت خونی و قهوه خونی رو یاد بگیرم. ببین هر کدوم از این کارت‌ها یه تعبیری داره، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید اگه دقت کرده باشید یه سری چوبده بازی با کارت‌های ورق انجام میدن. خب میگن اگه مثلا مشکی قرمز بیفته فلانه، حالا اگه قرمزش دل باشه یا خشت باشه فلانه. خب اینا یه دستوری داره که طبق اون دستور وقتی بری جلو همه چی جوابش مشخص میشه. یه سوال مثلا نیت کرده که طرف مقابل چه نقشه‌ای داره، پس با این سوالات میریم جلو، جواب مشخصی که خوب بد یا مثلا خیلی خوب خیلی بد خوب بد، به این صورت میشه. و چند تا نمونه کانتنتشو ببینید کاملا دستتون میاد. اگه زبانتون هم خوبه خب نمونه انگلیسیش هم باز هم میتونید منتشر بکنید. بریم سراغ ایده بعدی. ایده تاپ 10. کانال فارسی هاب یکی از بهترین حوزه‌های این موضوعه که خیلی خیلی خوب کانتنت میسازه، یعنی کاملا در حد یوتیوب انگلیسی واقعا داره میسازه. چی کار میکنه؟ ببین محتوایی که داره جمع میکنه دقیقاً این مدلی هستش که مثلا لحظه های دیوانه‌واری که توسط دوربین ضبط شدن، یه کاور خیلی جذاب، محتوای تاپ 10 تور و فکت
و این کانال تقریبا الان 200 کا سابسکرایب داره، بالای مثلا $2500 درآمد ماهانه این چنل هستش. میبینید تقریبا 2 برابر اینه و همونطور که دارید میبینیدم کانتنت‌های مختلفی و بازدیداش از مثلا 1 میلیون هستش تا ویدیو آخر که مثلا 14000 تا 6000 تا 18000 تاست. خب تو این سبک محتوا هیچ تصویری از اون خود فرد نمیبینید و همش ادیت فوتیج‌های مختلفی که تو اینترنت وجود داره. ببینید تا وقتی شما شروع نکنید هی ایده نگاه کنید، ایده به اندازه موی سرتون هستش. اگه من دارم نمیدونم 20 تا 30 تا 50 تا مثلا امروز معرفی میکنم، شاید تا 2 سال دیگه 50 تا 100 تا 200 تا دیگه هم معرفی کنم. و اگه فقط دارید میگردید هیچ وقت تغییرتون ایجاد نمیشه، بلکه باید یه ویدیو بردارید برید همینو بسازید تا تازه دستتون بیاد آها از فلانجا فیلم بردارم، از فلانجا ادیت کنم، صدام اونجوری بذارم، کاورم اون مدلی بذارم. خب پس برید شروع کنید، یعنی فقط درگیری نباشید که منتظر بمونید. بریم موضوع بعدی. این کانال غزل هستش. چند وقت پیش بهم ساجست شد و خیلی جالب بود برام. اونم اینه که کاری که داره انجام میده چیه؟ فقط و فقط مصاحبه با مردمه. خب این کانال مثلا نزدیک 3 کا سابسکرایب، تهران هم نیستش. خب یه شهر نمیدونم شهرش کجاست، ولی میبینید تقریبا 60 کا، 130 کا، 70 کا، 7 کا، 8 کا. محتواها خیلی بازدید زیادی داره، شورت ویدیو هم بازدید خوب میگیره و فقط مصاحبه است. یه چیز عجیب و غریب نیست که بگیم مثلا تجهیزات عجیبی بخواد استارت بزنه. ببین روند چنل رو ببین، آموزش زبان جامپ زده اینجا، دوباره یه اصلا موضوع بی ربط، غار علی صدر. خب میام بالاتر اینجاها به خودش گفت آقا من برم یه ویدیو تست کنم ببینم این مصاحبه کنم چی میشه. خب مصاحبه کرده که مصاحبه بدی هم بوده، تعارف ندارم، خب ولی جامپ زده. بعد دوباره رفته مصاحبه کرده تا دیده وقتی من مصاحبه رو دارم بیشتر میکنم، چالش رو بهتر میکنم، کلیک بیشتری میگیرم، درآمده بازدید چقدر جامپ میزنه. خب مصاحبه که از بهترین موضوع هست. اینجا مثلا با شغلای مختلف داره مصاحبه میکنه. آدمام حاضرن، به خصوص اگه خانوم باشید خیلی راحت باهاتون مصاحبه میکنن و صادقانه هم جوابتون رو میدن که اگه مثلا این سوال واقعا سوال جذابه، اگه درس میخونی شرایطت فرق کرد یا نه. خب خیلی سوال باحالیه که آدمایی که هم کسایی که درس خوندن و ناراضیان این ویدیو رو کلیک میکنن، هم کسایی که درس نخوندن و ناراضیان این ویدیو رو کلیک میکنن. خب چون هر دو قش خیلی زیاد هستن ماشاءالله توی ایران. خب این ویدیو وایرال میشه و میترکه، تمام شد رفت. به موضوع بعد، موضوع لاغریه. شروین دوره یکی از بچهای خودمونه که به درآمد رسیده و درآمدش مثلا 500 تا $1000 الان هستش. خب اگه حوصله نداری چه حالا این کانال شروینی که میبینید تقریبا با 30 تا ویدیو درآمد رسید. کانتنتش کانتنت خوبیه، وایرالیش هم دارید میبینید که همش تقریبا در مورد شکم، لاغری، فاستینگ، تردمیل، چیز شبیه اینه. و این کانتنت رو چه فارسی چه انگلیسی بخواید کار کنید، موضوع جذابیه. خب میبینید مثلا بازم بازدید داره. یعنی تقریبا هر کانتنتی رو متناسب با لاغری، چاقی، فیتنس بسازید، یه چنل نیش بکنید، به نظر من میتونید بیاد بالا. به موضوع بعدی، موضوع قالیشوییه. حالا تو این نمونه که سرچ کردم، من این نمونه انگلیسی براتون آوردم، ولی قالیشویی پازش کنم یکی از کانتنتایی است به شدت داخل یوتیوب انگلیسی خوب رشد میکنه. یکی از بچه‌مون، حالا اسمش یادم نمیاد واقعیتش، بخواید استوری اینستاگرام اگه ببینید چند وقت پیش گذاشته بودم که از اصلاندوس تبریز مثلا بنویسم راک کلینینگ کارپت تبریز بذارم میاد، نه نیومد، حالا مهم نیستش. یا ایران اگه بنویسید شاید مثلا باز بهتر باشه. نمونه چهلاش حالا مثلا یه ذره بگردید پیدا میکنید. خب و بازدید به شدت بالایی داره و راحت هم هستش محتواها، به خصوص اگه شما خودتون کار قالی شستن رو بر عهده نگیرید. یعنی برید با یه جایی که کارش قالی شویی هست هماهنگ کنید، از اون شستن قالی ها فیلم بگیرید، تمام شد رفت. مثلا این ویدیو رو ببینید، این که ایرانیه، هیچ چیزی دانشجو خودمون هم هستش. اینو می‌خواستم نشون بدم. 12 میلیون 6 میلیون ضرب در تقریبا عدد 1 تا 2 دریافتی هستش. یعنی $6,000 بین 6 تا $10,000 درآمد این ویدیوه که درآمد خیلی عدد گنده‌ای میشه. شاید فکر کنید مثلا نمیصرفه، ولی واقعا کل سوله قالی شویی رو با همین یه ویدیو میشه گرفت و 1 سال هم شما قالی بشورید به اندازه این یه ویدیو نمیتونید پول در بیارید. واقعیتش رو بخوام بگم، هر قالی 100 تومن 200,000 تومن اگه باشه، 10 تا که بشورید میشه 2 میلیون تومن، 100 تا بشورید میشه 20 میلیون تومن، 1000 تا قالی که بشورید میشه 200 میلیون تومن. این ویدیو تنهایی بالای $6,000 یعنی بالای 300 میلیون تومان درآمدش داره، به اندازه 1500 تا قالی شستنه.
خودتون حساب کتاب کنید دیگه چی میشه داستانش. بریم موضوع بعدی. به موضوع بعدی هم نزدیک به اون قالیچویی برداشتم که کارواش ساتیسفاینگ هستش و نمونه های مختلفی هستش که میتونید تو این کانتنت کار کنید. مثلا من همین چنل آن دیتیلینگ رو بیاریم. خب همه ویدیوهاش حول اینه که آقا حالا درسته شاید بگید ماشینی به اندازه این لاکچری ما نداریم داخل اینو یا کارواش نیستش که همش بنز باشه، ولی اصلا حرف ما بنز نیستش. حتی شاید ماشین های معمولی تر هم برید ببینید که باز اونها هم دارن بازدید میگیرن. اینکه بنز باشه فرقش میشه بین اینکه مثلا 30 کا بازدید بگیره یا 3 میلیون بازدید بگیره، درسته. ولی ویدیوهای معمولی هم از کانتنت های معمولی تر باز هم مثلا این لاستیکه، خب و مشخص هم نیست که بنز اصلا ربطی نداره و باز هم بازدید گرفت. یا دوباره این مثلا مشخص نیست ماشین چیه، بازدیدش بد نیستش، ولی خب طبیعتا آره اونجا که برند خاصی هست قطعا بازدید هم بیشتر میشه. به موضوع بعدی، این کانال ویجیلنده و یک کاتگوری خاص از ویدیوهاش تحت عنوان جوکاش هستش. خب یکی از بهترین سبک ویدیوهایی که گذاشتن که اومدن بچهای یه تیم ویجیلند با هم یه مسابقه و دوئل جوک گذاشتن و به شدت مخاطب پسنده و کانال ترکید، یعنی میتونم بگم کانال و اینستاگرام ویجیلند با این خلاقیتی که به خرج دادن ترکید. یه شورت ویدیوشو من بیارم که ببینید، روی پاپولار بزنم از 2 میلیون 1 میلیون 900 800 همش جوکاستا، میبینید تا بعد میرسه به گیما. یعنی جوکا خیلی محبوبیت بالایی دارن. روی پاپولار ویدیو هم که بزنیم دوباره جوکا میبینید که یه سر و گردن که چیز 3 برابر اینه، یعنی 17 کا است، این 63 کا، تقریبا 4 برابر این هستش بازدیدی که داره میگیره. و خب این سبک جوک ها چنلی ما نداریم که صرفاً مسابقه و فستیوال جوک باشه. یه دقیقه بزنم ببینید. زنبورای چاقوکش به نظر چی میگن نمیدونم، یعنی کاردی بی. خب همش اینا اساسا این جوک اینجا مثلا خیلی باحاله. بذار ببینم این چیه. یارو میره کله پزی میگه چشم بذارم، بهش میگه طباخ بهش میگه چشم بذارم، میگه تو این یه ذره جا کجا قایم بشم. خب فکر کنم متوجه داستانش شد که چه چنلیه و کل کانتنت یه چنل اگه این موضوع باشه خیلی تمام افرادی که تو این موضوع دارن کار میکنن وایرال میشن و افراد موفق تو حوزه کمدی میشن. یعنی قول میدم بهتون این همچین چنلی رو میتونید استارت بزنید. بریم موضوع بعدی. خب آقا موضوع بعدی که میخوام براتون بیارم موضوع خیلی واضحیه، چیزی که خودم کار میکنم، آموزش یوتیوب. خب ببین کانتنت آموزش یوتیوب هنوز که از نظر من خیلی مخاطب داره. اینکه مثلا چطوری بازدیدمو زیاد کنم، خب چطوری نمیدونم درآمدمون رو بگیریم، چجوری هر چیا، خب هر چی که فکر کنید هنوز که از آموزش یوتیوب به نظر من موضوع جذابی است که بخواید کار کنید. داخلی تو فارسی، داخلی تو انگلیسی خیلی بهتر هستش به نظر خود من اگه میتونید انگلیسی کار کنید و کانتنت خیلی خوبی هم محسوب میشه. درآمد بین مثلا 200 $300 به بالا رو میتونه براتون داشته باشه بعد یک سال راحت. یعنی مثلا ماهی 15 تا 20 میلیون تومان، چون اون موقع دلار مثلا بیشتر از 50 تومان هستش دیگه. برام $300 هم که باشه ماهی مثبت 15 میلیون تومان، یعنی کفش درآمدتون هستش که من پیشنهاد میدم. خب موضوع بعدی موضوع آشپزیه. ببین به شدت کانال آشپزی این روزا داره بازدید میگیره چون خانم‌ها تعدادشون خیلی زیاد شده داخل یوتیوب و اینکه کانال خوب و حوزه آشپزی داشته باشید قطعاً یه درآمد غیر فعال نسبتاً خوبی رو بهتون میده. مثلا حالا من نظرم اکثرش آشپزی پلاس مگ میاد براتون. خب ولی مثلا یه کانال که میخوام چهره باشه براتون بیارم، بذارید یه چهره مثلا آشپزی آموزش کوبیده. خب مثلا این کانال مارکو کوپل، خب یا آبد فود، هیچ فرق نداره. تو هر کدوم از این چنل میرید آموزش‌های مختلفی داره. مثلا از 2 سال قبل که اومده یوتیوب و همش در مورد آشپزی و هم نه تنها یه چهره معروف شده توی موضوع خودش و درآمد خیلی خوبی هم داره این چنل که تمام ویدیوها حول آشپزی میچرخه. یعنی که از بهترین موضوعی برای یوتیوب فارسی من بهتون پیشنهاد میدم استارت بزنید. موضوع بعدی لایف استایل ایران برای خارجی است، یعنی برای محتوا انگلیسی. ببین تقریبا الان هر شمالی دیگه دست شما آقا ما باید کانال یوتیوب بزنیم. یعنی اگه شمالی هستید و خبر ندارید واقعا یه سال دیگه افسوس میخورید که چرا مثلا اطلاع نداشتید که آقا این همه شمالی اومدن یوتیوب و کانال زدن و دلار دارن پارو میکنن. خب اکثرشون هم حالا لایف استایل مختلف هستش، از درست کردن غذا، نمیدونم دوشیدن مثلا شیر گوسفند و
مربا درست کردن، نمیدونم لایف استایل روستاییشون، اصلا خوابشون میبینید مثلا این خوابه ها، یعنی از اون تشکی فقط فیلم گرفتم، میبینید چیز عجیب و غریبی نیستش. و همون صحنه های جهان سومی خودمون که امکانات کم تو روستا داریم زندگی میکنیم و فیلم میکنیم داخلتون منتشر میکنیم 1 و 9 2 8 1 و 7 64 کامال 1 ماه قبل، دقت کنید 20 کامال 4 هفته پیشه، یعنی 2.6 میلیون 500 کا 200 کا 3 میلیون. میبینید بازدیدار دارید میبینید دیگه. شورت ویدیوش هم دوباره به همون شکله، یعنی بازدیدا ترکیده. این کانتنت من پیشنهاد میکنم حتما اگه شما رو زندگی میکنید حتما منتشر کنید این موضوع رو. خب موضوع بعدی دوباره چیز شبیه به همونه و من یه اسپیس بذارم اینجا اشتباه شد. نومادیک لایف استایل یا زندگی عشایریه. خب میبینید دوباره زندگی توی صحراست، یعنی اونجا هر چی سبز بوده داشتیم می‌دیدیم، اینجا داریم صحنه‌های خشک رو می‌بینیم، بی آبو داریم می‌بینیم. خب که زندگی عشایر رو دارن نشون میدن، روستاهای کوهستان‌های البرز، زاگرس، شیراز، اطراف ایلام، کردستان، چیزای شبیه این. دوباره اینها هم بازی به شدت عجیب غریب بالایی دارن و جفت اینا رو میتونید منتشر کنید. ویژگی هم که داره همه اینها اولا سادگی رو دارن به تصویر میکشن، دوما اینجا نگاه کنید 40 دقیقه ویدیوها طولانیه، یعنی ویدیوی شما باید این سادگی رو به تصویر بکشه. مثلا الان رندوم الان این کانال ویلیج زهره دیدم اشتباه داره کاور میذاره، طول ویدیوش بد نیست ولی کلا کانتنتی که داره میسازه اشتباهه، چون هیچ مزیتی نداره. برعکسش اینی که دارن مثلا توی مشخصه توی صخره دارن زندگی میکنن، این همون سادگی است که خارجی‌ها دوست دارن. 4 میلیون بازدید میگیره. این قسمت اول ایده های یوتیوب بود که تقریبا هر اونچه که میخواید استارت بزنید دستتون بیاد از اینکه چیکار کنم، چه موضوعاتی میتونم استارت بزنم، ولی مهمترین کار شروع کردنه. بخش دومش تقریبا یه چیز بیشتر از همین تعداد ایده داریم و ایده با گوشی موبایلم اونجا قطعا بیشتر میذارم. هفته بعد یک شنبه ان شاء الله منتشر میشه، آماده باشید. کانال سابسکرایب کنید و خلاق پر انرژی باشید. چه روزتون بخیر.